سلام به شما دوستان عزیز و اینکه آقا ببخشید واقعا شرمنده شدیم، خلف وعده کردیم و یک روز با تأخیر خدمتتون رسیدیم. دیگه چیکار کنیم دیگه؟ گرفتاری، مشکلات فنی، ترافیک، بارون. ولی خب شما دست به گیرنده هاتون نزنید. هر مشکلی هست به مایه فرستنده برمیگرده. اصلا بیایید گذشته ها رو فراموش کنیم و همه چی رو از نو شروع کنیم. اینطوری خیلی بهتره. به نور قاده برافروز جام ما. بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار 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 دیدی. ما در پیاله عکس رخ یار 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 دیدی. ای بی خبر این هفته و مصادف با روز سینما 19مین جشن خانه سینما هم برگزار شد و جوایزی هم بین چند سینماگر تقسیم شد. حالا ما نمیخوایم وارد مباحث تخصصی سینما بشیم، اما کاملا مشخص بود که داورها عده زیادی از هنرمندان این مرز و بوم رو نادیده گرفتن و جوایزی که دادن بوی سیاست زدگی میداد. مثلا جایزه بهترین بازیگر مرد رو دادن به شهاب حسینی. خب آقا و خانم‌های داور، این مقام عظمای ولایت دامنشو درز گرفته، چه کم از شهاب حسینی داشت؟ اونی که بهش جایزه دادین کلا 2 فیلم و چند تا سریال بازی کرده دیگه، در حالی که مقام عظمای ولایت دامنشو درز گرفته 30 و اندی سال 80 میلیون ایرانی رو فیلم کرده و به بازی گرفته. یا مثلا من نمیدونم چرا جایزه بهترین کارگردان و نویسنده سال رو به اصغر فرهادی دادن. شما این فیلم مستند انتخاباتی شیخ حسن رو تو جشنواره بین‌المللی، ونیز، کن، خرس طلایی تو بخش کمدیشون ببرین، خودتون خواهید دید که تمام جوایز رو درو خواهد کرد. واقعا متاسفم براتون. شما فیلم سینمایی من نمیخوام بمیرم ساخته احمد جنتی رو تو سینمای کشور اکران کنید، بعد اگه پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای جهان نشد، هر چی دلتون میخواد بگین و تف کنین تو صورت مقام عظما. آیا این بود آرمان‌های امام هنرمند راحل؟ نه، آیا واقعا این بود؟ آخر نمایش عوض شده، همه نقش همو بازی میکنن، اونایی که چشمشون به قدرت هم پیاله هاشو راضی میکنن. جایزه روکم نشوی هفته رو هم میدیم به آخوند محمدعلی زم. اگه میشناسینش که هیچ، اگه نمیشناسینش هم زیاد مهم نیست، پیگیرش نباشین. ما خودمونم جدیدن از کف کانالهای تلگرام پیداش کردیم. والا قبلا اگه میخواستیم جهت رفع حاجت یه آخوندی چیزی پیدا کنیم، یا توی مسجد پیدا میکردیم یا تو طلب خونه، ولی الان یه جوری شده که واسه یافتن یه رأس آخوند باز تو فجازی و دایرکت شخصی پیداشون کنیم، یا اینکه تو صف بانک و پاساژ و نمایشگاه پورشه لامبورگینی و اونجور جاها. داشتم میگفتم که کف تلگرام این آخوند محمدعلی زم رو پیدا کردیم و متوجه شدیم که دستش رو از سفره انقلاب بریدن و گفتن حاجی پاشو بذار جا باز بشه. رئیس اسبق حوزه هنری و معاون سابق شهردار تهران بودن ایشون و الان ضمن حفظ ابا عمامشون مدیریت محترم یک عدد کانال تلگرامی هم به عهدهشون هست. حالا چرا ما میخوایم جایزه روکم نشوی هفته رو بهش بدیم؟ چون هر روز صبح یه متنی خطاب به شیخ حسن مینویسه اینطوری: آقای رئیس جمهور، در 1460 روزی که رئیس جمهور ملت ایران هستید، بنا دارم هر صبح با یادآوری نکته‌ای به شما سلامی بگم، به شرط اون که از نکته‌ها رنجیده خاطر نشید. انتظار پاسخ هیچ یک از سلام‌ها رو هم نخواهم داشت. حاجی قشنگ معلومه از این که رفقات دستتو از سر سفره انقلاب بریدن عقده‌ای شدی. یا به جای این اراجیف نویسی برو 4 تا جوک کپی کن بذار تو کانالت، ملت یکم سرگرم شن. یا اصلا پاشو جای این سیریش بازی‌ها واسه جلو دوربین برنامه یه لایوی بذار، یه قری بده، یه کمری تکون بده تا روح یه جماعتی رو شاد کنی. این فرصت به دست اومده رو از دست نده حاجی. ها حاجی یه تکون، حاجی 2 تکون، حاجی عباتو بگی بتکون. حاجی تایی که ساعتو بتکون، حاجی واسه موچی آخه کاچی بزه هیچی، حاجی دیگه ما رو سر ندهون. ما ایرو که رو این زمین 20 ساله که 20 سال زمین بی تو رازی به رضای توی. حاجی نگو دیگه قربان نلبسه دیگه ما رو سر ندهون.
شنوندگان محترم رادیو پیک لطفاً مژدگونی بدین که یه خبر خوب براتون دارم و اونم اینه که شیخ حسن بالاخره به وعده انتخاباتیش عمل کرد و ریشه بیکاری در رفت. چطوری؟ الان عرض میکنم. آخوند کت و شلواری حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور به سمت نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما منصوب شد. جان این مژدگونی دادن نداره؟ داره آقا، چرا نداره؟ با این سمت جدیدی که شیخ حسن به مشاورش داد الان شیخ فکلیشون 5 شغله شده و دیگه سفت و محکم در حال جویدن ریشه های بیکاریه. 1 شغل نه، 2 تا هم نه، حتی 3 تا هم کم بود. فلذا ایشون 5مین شغلش رو هم به دست آوردن و ما هم بالاخره فهمیدیم که حسن روحانی چطوری وعده داده بود که سالی 600,000 فرصت شغلی ایجاد میکنه. نگو با همین روش هر آشنا 5 شغل میخواد این کار رو انجام بده. البته مدیونی نگه فکر کنین مفسده‌ای تو این ماجرا بوده ها، نه اصلاً. ماجرا اینطوری بوده که حسام الدین آشنا با درآمدش از 4 تا شغل عالی رتبه دولتی نتونسته بود شکم زن و بچه‌شو سیر کنه. واسه همین غروبا موقع برگشتن به خونه مسافرکشی هم میکرده. بعد هفته پیش نیازمندی‌های همشهری رو دید که رئیس جمهور یه آگهی استخدام گذاشته، اونم رفت مصاحبه و با چند قاضی حقوق استخدامش کردن و شد شغل 5مش. الانم یه منبع آگاه که مثل همیشه نمیخواد اسمش فاش بشه به ما SMS زده که با اینکه الان 5 شغل است اما همچنان توی راه خونه مسافرکشی هم میکنه. آخه بیچاره طفلک. یکی تو فکر عشقه، یکی تو فکر یاره، یکی همیشه مست و یکی منم که بی تو بیقراره، یکی منم که بی تو بیقراره. آیا کار پیدا نمی کنید؟ آیا چندین سال است که بیکار هستید؟ آیا هرچه مصاحبه کاری می روید با شپلخ بیرونتان می کنند؟ آیا با مدرک فوق دکترا همچنان موقعیت شغلی ندارید؟ دیگر نگران نباشید، راه حل شما در دست ماست. فروش فوق‌العاده ژن خوب کاریابی، ویژه فارغ التحصیلان متخصص بیکار، حتی شما کم سواد عزیز. با خرید یک بسته ژن خوب کاریابی در کمتر از 1 روز کار پیدا می کنید. نه آبدارچی، نه کارمند ساده و نه کارگر ساختمانی. با یک بسته ژن خوب کاریابی شما وزیر، معاون وزیر، قاضی، شهردار و معاون تشخیص مصلحت نظام می شوید. ژن خوب بیکاری. با خرید 2 بسته ژن خوب 1 معامله گنده شرکت مخابراتی نیز رایگان هدیه بگیرید. تلفن تماس 21 21 بازم 21 دوباره 21. در وضعیت فعلی مملکتمون آخوند شدن مزایای فراوانی داره، یا بهتره بگم همه مزایا توی آخوند شدنه. شما وقتی آخوند بشی میتونی همه کاره بشی. همه کاره. میگید نه؟ باشه الان بهتون میگم. ببین تصور کنید که شما میرین 20 سال درس میخونین و پزشک عمومی میشین. وقتی که پزشک عمومی میشین شما فقط یک پزشک عمومی هستین و شما هیچ وقت قادر نیستین که وکیل بشین. ولی آخوند بودن اینطوریه که شما 3-4 سال میری حوزه، چرندیات تو مغزت فرو میکنی، بعد که عمامه رو گذاشتن رو سرت هم میتونی وکیل بشی هم میتونی به عنوان پزشک کار کنی. نمونهش هم همین طرح آخوند بالینی که 2 هفته پیش در سراسر بیمارستان‌های کشور استارت خورد. یا اصلا تصور کنید که شما میرین 20 سال درس مهندسی میخونین. بعدش اگه پارتی داشته باشین و زبون چرب چیلی یه نمه هم وصله به حکومت میتونین عضو شورای شهر محلتون بشین. اما هیچ وقت نمیتونین به عنوان یه مهندس تحصیل کرده داور جشنواره فیلم بشین. اما اگه فقط 3-4 سال عمرتون رو تو حوزه‌های علمیه تلف کنین، بعدش هم میتونین عضو شورای شهر بشین، هم میتونین داور جشنواره فیلم بشین. نمونهش همین جشن خانه سینمای هفته پیش که آخوند ابتهی یکی از داورانش بود. من از شما شنونده عزیز که همکنون صدای ما رو از رادیو پیک میشنوی خواهشمندم اگه میدونی که یه آخوند اونم از نوع فتنه‌گر تو هیئت داوران یه جشنواره سینمایی دقیقاً چی کار میکنه لطفاً با همون تماس بگیر و بگو. فقط بگو تا بلکه نظرم عوض بشه که من دیگه هی نگم تو مملکت آخوندی هیچ چی سر جاش نیست. آقا هیچ.
اون چه واسه دیگرون خاطره شد هنوزم که هنوز رویای منه. خنزر پنزر دیروز دیگرون تو لیست خرید فردای منه. به مال مردم چش ندارم، من از این اخلاقای زش ندارم. هر کی به هر چی رسید نوش جونه، کاری به این حرفا راستش ندارم. چقدر جون کندن و هیچی به هیچی، بگو ای خدا پس من چی؟ خب دیگه شلوغ کاری بسه. سرتون رو از تو گوشیاتون در بیارین، آتش به اختیاراتون هم بذارین روی میز. میخوام دیکته بگم. بنویسید: تلویزیون چیز خوبی است. در تلویزیون ملی ایران همه چیز را سانسور میکنند. مثلا جلوی ستار گلدان میگذارند و هنگام بازی والیبال هی صحنه آهسته پخش میکنند. حتی تا زیر پیرنی عباس آقا قصاب سریال را هم سانسور میکنند. آقا اجازه، ما مدادمون شکست. محمدی یه مداد اضافه بهش بده. بنویسین: تلویزیون در همه جای دنیا رسانه آزاد و خصوصی است، اما در برج بلند دموکراسی ما زیر نظر آخوند اعظم اداره می شود. بچه سرتو بگی تو برگه خودت. چیکار داری میکنه اون ته؟ بنویسین: تلویزیون از بیت المال نشخوار می کند، اما حرفهای مفت تحویل بینندگان می دهد. یک مجری ورزشی یک جمله‌ای درباره ورود زنان به استادیوم گفت و او را ممنوع الکار کردند. سلام آقای مدیر. سلام، خیلی خوش آمدید. بنویسید: صدا و سیما رسانه ملی است. بله، صدا و سیما برنامه‌های مفیدی تولید می‌کند و بیت المال را به درستی نوشتید. دل دریا رو نوشتی، همه دنیا رو نوشتی. دل دریا رو نوشتی، همه دنیا رو نوشتی. دل ما رو بنویس، دل ما رو بنویس. تصور کنه این هفته رو اختصاص میدیم به ارگان شوم و بی اساس و خودسری به اسم سپاه و متعلقاتش چون بسیج. تصور کنین دیگه اثری از ریشوهای بیریشه منحوس سپاهی نیست. تصور کنین که سپاه متلاشی شده و دیگه عنوانی به اسم بسیجی دزد مال و ناموس مردم نیست. چشماتون رو ببندین و نفس عمیق بکشین. تصور کنین دیگه هیچ کسی به خودش جرأت نمیده در کوچه و خیابون نوع رفتار و پوشش شما رو زیر سوال ببره. هیچ کس هم به خاطر عقاید شخصیتون بهتون توهین نمیکنه. نفس عمیق. تصور کنین دیگه هیچ بی‌اصالتی به خاطر 4 شیوید ریش و پشم بر شما ارجحیت نداره و برای رسیدن به موفقیت چشمگیر دیگه لازم نیست به یک ارگان عقیدتی نظامی متصل باشین و راه برای همه یکسان و همواره. نفس عمیق. تصور کنین کارگاه تولیدی شما که با زحمت و سرمایه فراوون به چنگ و دندون کشیده بودید به خاطر مفتخورهای اقتصادی یک ارگان نظامی ورشکست نمیشه و در راه پیشرفت هیچ بنگاه اقتصادی سدی به نام سپاه نیست. نفس عمیق. تصور کنین ایران بدون سپاه، ایران بدون قاتلهای اقتصادی، ایران بدون مداخله‌های جانیان. نفس عمیق. نفسم گرفت از این شب در این حساب. طبق آخرین گزارش کارشناسان هواشناسی، هوای امروز سیاست داخلی ایران خیلی پسه. همراه با مه شدید در حوالی صنف اتوبوسرانی تهران در اعتراض به زندان غیرقانونی رضا شهابی. همچنین در ساعات گذشته میزان کثیری از ابرهای پراکنده و ریزشی بر فراز برج دموکراسی مقر حسن روحانی رویت شده که حالها برو نیست. همچنین رگبار و رعد و برق خیلی قوی در مناطق کردنشین غرب کشور بر سر سران کشور نازل شده و از طرف دیگه توده‌ای از هوای نامتعادل نیز در فدراسیون شطرنج جمهوری آخوندی مستقر شده.
ما که هوای دلمون از ظلم و ستم ابریه، اما هوای دل شما گرم و آفتابی و تازه باشه. آرامشم تویی، به هر ترانه‌ای سر میکشم تویی، سر اضافه کن به فهم آسمانه. آشوبم آرامشم تویی، به هر ترانه‌ای سر میکشم تویی، بیا که بی تو من غم 200 خزانه. این هم از رادیو پیک امشب. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. یک هفته بیشتر تا پایان تعطیلات تابستون نمونده. این هفته رو اساسی قدر بدونین که گیرتون نمیاد. در آخر هم با یک ترانه پر انرژی این رادیو پیک رو هم به پایان میبریم. خدا نگهدار.